سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 13 ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. در پتربورگ راننده تاجیک به مرگ 7 مسافر اتوبوس عیبدار می شود. پوتین یاران نزدیکترینش شویگو و پاتروشیف را از منصب برکنار کرد. شهباز ابرار به جای عثمانزاده رئیس نو حزب دموکرات انتخاب شد. لیمیت برق در تاجیکستان از بین برده شد، ولی سوال این است که تا کی؟ عبدالرازق زن میگیرد، عروسش از شرجه است و میران نام داشته است. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه نویه اکتبر شهر سنت پتربورگ روسیه روز 12 ماه سال 2024 درخواست تفتیشات را قانع ساخته رامچو قربانوف 44 ساله را تا 9 ایول به حبس پیشکی گرفت. قربانوف که زاده تاجیکستان و شهروند روسیه بوده در شرکت تاکسی همچون راننده اتوبوس کار میکرد. بر اساس قسم 5 ماده 264 کودکس جنایتی روسیه به مرگ 7 مسافر اتوبوس از بی احتیاطی عیبدار می شود و بر اساس این بند قانون به او تا 7 سال زندان تهدید می کند. عیبنامه به ضد رامچو قربانوف روز 11 ماه اعلان گردید. روز جمعه 2 ماه اتوبوس تحت اداره این راننده تاجیک با 8 مسافر در روی پل بوسه ها در دریای مویک چپه شد و در نتیجه 7 مسافر جان دادند. بنا به گزارش کانال خدمات مشترک مطبوعات دادگاه سنت پتربورگ در شبکه تلگرام، رامچو قربانوف در جریان بازپرسی‌ها از کردار خود از اینکه اتوبوس را با ترمزهای ویران راند است اظهار پشیمانی و به نزدیکان قربانیان اظهار همدردی کرده از آنها عذر پرسیده است. قربانوف گناهکار بودن خود را به گردن میگیرد. به اطلاع این منبع در دادگاه از راننده تاجیک 2 ادوکات حمایت میکنند و یک ترجمان نیز جلب گردیده بود. همچنین معلوم شد که خود رامچو قربانوف نیز هنوز سال 2005 دانشگاه را ختم کرده دیپلم حقوق شناسی داشته است. خدمات مطبوعات دادگاه پتربورگ گفت تفتیشات به درخواست حبس قربانوف اصرار ورزید و عیبدار کننده دولتی نیز در مرافعه از این درخواست پشتیبانی کرده است. اما ادوکات‌های قربانوف خواستار به حبس خانگی فرستادن او شدند. از جانب کارفرما ویران شدن حقوق مهنت قربانوف را سبب صدمه پرقربانی نامیدند. در همین حال بنا به خبرهای رسیده ادوکات اول تاکید کرده است که در پرونده تا حال نتیجه های تشخیص ترمزهای اتوبوس نیست و اگر معلوم شود که ترمز کار نمیکرد پس عیب راننده نیست. ادوکات دوم با تکیه به دلیل هایی که چون شهروندی روسیه را داشتن و قبلا سود نشدن، 3 فرزند و قرض هیپوتک داشتن قربانوف به انتخاب چاره پیشگیری سبکتر پای فشاری کرده است. در همین حال بنا به خبرهای رسیده تفتیشات نیز به فرضیه در این صدمه پرقربانی عیب داشتن مسئولان شرکت تاکسی که قربانوف نیز در همان کارخانه راننده اتوبوس بود برتری میدهند. قبلا همسر رامچو قربانوف اظهار داشت که شوهرش یک روز قبل از حادثه 20 ساعت کار کرده بود و ساعت 2 شب 2 ماه از کار به خانه برگشت، ولی الکی ساعت 7:30 یعنی همگی 5 ساعت از جای کارش زنگ زده بیدارش کردند و امر دادند که به کار برآید. روز 12 ماه در پتربورگ سردار افتکالانه شرکت تاکسی که در این کارخانه از جمله برای تقسیمات کار و استراحت رانندگان جوابگر بود، روز 12 ماه در پتربورگ سردار افتکالانه شرکت تاکسی که در این کارخانه از جمله برای تقسیمات کار و استراحت رانندگان جوابگر بود بازداشت کردید. به او بر اساس قسم 3 ماده 238 کودکس جنایتی روسیه برای خدمت رسانه‌ای که جوابگوی قاعده های بیخطری نیستند و باعث مرگ چند نفر شد تا 10 سال زندان تهدید میکند. تفتیشات میگوید راننده اتوبوس چپه شده در دوام چند روز وقتی کافی برای استراحت ندادند. همچنین معلوم شد که شرکت تاکسی در وقت‌های آخر برای ویران کردن قاعده های مسافرکشانی 23 مرتبه جریمه شده بود و مبلغ جریمه هایش به 3.6 میلیون روبل میرسد. در ویدیوی از جای حادثه از جمله از داخل اتوبوس نشر شده دیده می شود که اتوبوس تحت اداره راننده تاجیک در پل بوسه ها به طور ناگهانی از مسیر خود بیرون رفته به سمت مقابل می براید و چند ماشین را زده سپس پنجره پل را می شکند و به در می افتد. راننده و چندی از مسافران بعد چند لحظه از زیر آب می برایند، ولی راننده در چنان حالت شوک افتاده بود که چیزی را نمیفهمید. چندی از راهگذر از جمله کاپیتان کشتی سیر و گشت و 3 زاده داغستان به کمک شتافته مسافران را از اتوبوس
بیرون کشیدند. این حادثه فوجوی دیگر باره بده که سیاستمداران مهاجر بدبین در روسیه روغن ریخت. رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین طلب کرده است که تا کجا به طور قانونی شهروندی روسیه را گرفتن رامچو قربانوف را تفتیش کنند. رهبر حزب سپراودلیوی روسیه سرگئی میرونوف باشد بار دیگر دعوت کرد که در نقلیات جمعیتی کار کردن مهاجران را منع کنند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در هیئت حکومت این کشور چندین تغییرات کادری کلیدی به عمل آورد که از همه مهمترینش البته برکناری یکی از یاران نزدیک و دیرینه‌اش سرگئی شویگو از مقام وزیر مدافع و تعیین او به منصب کاتب شورای امنیت به جای نیکولای پاتروشف، یکی دیگر از یاران خیلی نزدیک دیرینه پوتین است. پاتروشف را ناظران امور حتی دومین شخص بعد پوتین از همه پرنفوذ در ارش سیاسی روسیه و وارث احتمالی پوتین میشمارند. به کدام منصب تعیین شدن پاتروشف هنوز معلوم نیست، ولی به جای شویگو اندری بیلاوسوف که در حکومت قبلی روسیه معاون اول نخست وزیر بود تعیین شده است. بعد اناتولی سردیوکوف و سرگئی شویگو اندری بیلاوسوف اینک سومین وزیر مدافع روسیه است که نه از بین گنرال های ارتش بلکه از بیرون برابری این وزارت تعیین کرده می شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین در شرح این اقدام گفت سبب تعیین نفر ملکی برابری وزارت دفاع ضرورت وارد کردن نوآوری‌ها و عقیده‌های پیشقدم به ساحه حربی با در نظر داشت بیش از 2 مرتبه افزودن و 3% تا به 16% رسیدن حصه خراجات حربی روسیه در بودجه عمومی این کشور است. پسکوف گفت مسائل حربی ساحه در اختیار گنشتاب یا ستاد کل ارتش روسیه باقی میماند و در این بخش در حال حاضر تغییرات در نقشه نیست. گنرال والری گراسیموف که از مخالفین اشکار شیوه رهبری شویگو به شمار می رفت به این ترتیب مقام سردار ستاد کل ارتش روسیه را پیش خود حفظ کرده است. شویگو که از وزارت حالتهای فوق‌العاده برابری وزارت مدافع روسیه آورده شده بود در بین گنرال های روس آبروی چندانی نداشت و ناکامی های ارتش روسیه در جنگ ضد اوکراین آبروی او را باز هم پایین‌تر برده بود. در تابستان سال 2023 یک دلیل شورش زرخریدان شبکه واگنر با رهبری ایوگنی پریگوژن و یورش آنها به سوی مسکو نیز طلب استعفای شویگو بود. تغییرات کادری در حکومت روسیه در پی ادای سوگند نو پرزیدنت پوتین است که در پی آن حکومت قبلی به استعفا رفت. در حکومت نو روسیه چندی از دیگر از وزیران کلیدی منصب‌های خود را حفظ کردند، از جمله میخائیل میشوستین در مقام سروزیر، سرگئی لاوروف در منصب وزیر کارهای خارجی و ولادیمیر کلاکولتسف با وجود آوازه‌های زیاد ماهای آخر در مورد احتمال برکناریش در منصب وزیر کارهای داخلی روسیه باقی ماند. حکومت روسیه از سروزیر، یک معاون اول، 9 معاون سروزیر و 20 وزیر عبارت است. روز 11 ماه سال 2024 در انجمن 18 غیر نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده از رهبری این حزب برکنار و ژورنالیست شعباز ابرار رئیس نو دموکرات‌ها انتخاب شد. خود عثمانزاده در انجمن اشتراک نداشت. شعباز ابرار 34 سال دارد و همسال حزب دموکرات است. او 13 یونیو سال 1990 همگی 2 ماه قبل از تأسیس این حزب به دنیا آمده است. خود سید جعفر عثمانزاده در انجمن اشتراک نداشت. عثمانزاده در نخستین واکنشش به قرارهای انجمن به پایگاه خبری بامداد گفت این انجمن برخلاف آیین‌نامه حزب دعوت و برگزار شده است و به این دلیل او انجمن را اعتراف نمی‌کند و قرارهای آن را قبول ندارد. در تالار دانشجویان را از کدام دانشگاه آورده همچون وکیل انجمن نشان دادند. اینها وکیلان حزب نبودند در هیچ صورت. اما حالا ببینیم که آیا ساختارهای سیاسی رهبریت کشور به این انجمن چه بها خواهند داد و آیا وزارت عدلیه شعباز ابرار را همچون رئیس نو حزب اعتراف میکند یا نه، گفت سید جعفر عثمانزاده. یگانه وکیل حزب دموکرات در مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان. عثمانزاده قبلا گفته بود که نمیداند کدام نیروی منفعجو از نام رهبران دولت گپ زده در داخل حزب او اختلاف ایجاد کرده ایستادند. گفتن است که خبرهای مربوط به جناح مخالف عثمانزاده در حزب دموکرات را نشریه رسمی حکومت از جمله جمهوریت و خبرگزاری خاور پیگیرانه نشر میکردند. بنا به گزارش ژورنالیست ارشاد سلیمانی که در انجمن 18 غیر نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان حضور داشت، این انجمن روز شنبه 11 ماه در دوشنبه در مجلسگاه میمانخانه کانگورد دایر شد.
به گفته دورکنندگان در انجمن 96 وکیل از 108 وکیل انتخاب شده اشتراک کردند. در انجمن نامزدی 2 نفر شهباز ابرار رئیس حزب دموکرات در شهر دوشنبه و عبدالجبار یولداشوف رئیس دموکرات‌های ولایت سوخت به رئیسی حزب پیشبری شد. شهباز ابرار با 64 آواز و یک مخالف در مقابل یولداشوف که 8 آواز طرفدار و 1 آواز مخالف به دست آورد برنده شده رئیس نو حزب دموکرات تاجیکستان انتخاب شد. زورا میرزوی و یک عضو ریاست حزب دموکرات گفت آنها از سید جعفر عثمانزاده هم دعوت کردند که به انجمن بیاید و نامزدیش را بگذارد، ولی او روز نآمد. در انجمن چندین وکیل از جمله یولداشوف از کار رئیس و شیوه فعالیت حزب عثمانزاده اظهار ناراضگی کردند. خبر خبر داد که طبق خلاصه شورای سیاسی حزب فعالیت حزب در دوره‌های سال 2022-2024 غیر قناعت بخش دانسته شده و به این دلیل پیشنهاد شد که در هیئت رهبری کننده حزب تغییرات وارد کرده شود. شهباز ابرار فرزند نویسنده روانشاد ابرار ظاهر بر اساس ترجمه اول رسمی 16 بیون سال 1990 تولد شده سال 2013 شعبه روزنامه‌نگاری دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان را ختم کرده است. اما سابقه کاری شهباز ابرار خیلی بر وقت در سال 2007 همچون محرر در کتابخانه شهر به نام لاهوتی آغاز یافته. سال 2009 وقتی او همگی 19 سال داشت و هنوز دانشجو بود به مقام سردبیر مجله محور و روزنامه استقلال رسیده است. شهباز ابرار سال 2011 که باز هم دانشجو بود عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان شده. از سال 2012 تا 2013 همچون معاون سردبیر و سپس سردبیر نشریه موجر در خدمات مهاجرت تاجیکستان کار کرده است. از سال 2013 تا 2016 و دیگر باره همچون سردبیر مجله محور و روزنامه استقلال فعالیت کرده، سپس به جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان به کار گذاشته است. او حالا در کینستودیو تاجیک فیلم سردار شعبه است. در ترجمه حال رسمیش که سال 2020 هنگام پیشبری نامزدیش به وکیل مجلس پایتخت نشر شده بود گفته میشد که شهباز ابرار عائله‌دار بوده، 3 فرزند دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مسئولان سوای برق تاجیکستان از بیکار شدن لیمیت نیروی برق در کشور خبر دادند. بختیار رحمت‌زاده معاون مدیر کل شرکت شبکه‌های تقسیمات برق مسئول تقسیمات نیروی برق در تاجیکستان به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان گفت از 7 ماه سال 2024 تمام محدودیت‌های انتقال برق در کشور لغو شده است. اهالی کشور حالا در شبانه روز 24 ساعت برق دسترس می‌کنند و هیچ گونه محدودیت یا لیمیت وجود ندارد، گفته است بختیار رحمت‌زاده. ساکنان با اظهار خوشحالی از بیکار شدن لیمیت باز هم نگرانند که این فراوانی آیا تا کی دوام خواهد کرد و آیا تیرماه و زمستان آینده پای نامبارکش را دیگر باره به خاک تاجیکستان نخواهد ماند. تاجیکستان چند ده ساله باز به ویژه در فصل سرما و اولهای بهار به کمبود شدید نیروی برق روبرو می شود و به اهالی و کارخانه ها در شبانه روز همگی چند ساعت برق می دهند. اما امسال تاجیکستان به لیمیت برای دست کم 6 سال آخر بی سابقه روبرو شد. محدودیت ها در تامین اهالی با نیروی برق در کشور هنوز در پایان ماه سپتامبر سال 2023 جاری کرده شد، ولی چند ماه اول اساساً مناطق دیهات را فرا می گرفت. اما بالاخره پای نامبارک لیمیت برق بعد چند ماه تخت و تازش در منطقه های دیهات در نیمه دوم ماه فوریه به شهرهای تاجیکستان از جمله به پایتخت شهر دوشنبه رسید و روزهای هم بود که مردم ساعتها در بناهای بتونی در شهرها نه فقط بدون نیروی برق ماندند بلکه با گرمی نیز نداشتند. مقامات ساحه انرژتیک تنها در پایان ماه مارس یک گروه بلاگرهای معروف را به نیروگاه نورک برده توسط آنها به مردم فهماندند که گویا سبب لیمیت سخت کم شدن آب در آبانبارهای نیروگاه است، ولی این در حالی است که امسال سال چندان کم بارش نبود و قبلا درباره تعداد خطر کم‌آبی در آبانبارهای نیروگاه تاجیکستان اصلا صدا نداده بود. در همین حال مخالفین دایره‌های فسادزده حکومت را به فروش بی‌انصافانه نیروی برق به خارج و اساساً به افغانستان تحت رهبری طالبان عیبدار می‌کنند و می‌گفتند همه پول این برق به طور پنهانی فروخته شده به منطقه‌های افشاری در خارج به حساب‌های بانکی چند نفر علیحده می‌رود. کارمندان باجخانه فرودگاه شهر چلیابینسک روسیه
از یک مسافر پرواز چلیابینسک خوجند قریب 2 میلیون روبل پول نقد پیدا کردند. بازخانه فرودگاه چلیابینسک روز 13 مای سال 2024 خبر داد که این مسافر پولهای داشته‌اش را اعلامیه یعنی دکلاراسیون نکرده بود و هنگام بازپرسی گفته است که نمیدونست که باید مبلغ برابر بیش از $10,000 امریکایی را باید اعلامیه کند. الکسی الکسیف سردار بازخانه فرودگاه چلیابینسک گفت بر اساس قانونگذاری گمرکی از روسیه برآوردن پول نقد به مبلغ بیش از $10,000 امریکایی تنها در صورت پر کردن دکلاراسیون یا اعلامیه گمرکی اجازه داده می شود. تا ورود به منطقه نظارت گمرکی مسافر باید با قاعده‌های از مرز گذراندن مال و پول شنا شده در صورت ضرورت برای مشورت در مورد چگونه پر کردن اعلامیه ضروری باید به کارمندان مسئول بازخانه مراجعت کند. در رابطه با این کوشش قاچاق غیر قانونی پول نقد طبق ماده 16 کودکس قانونشکنی‌های مأموری روسیه پرونده مأموری گشوده مبلغ برابر $10,000 امریکایی طبق قرب رسمی همان روز را به مسافر روحی خوجند برگردانیدند، ولی مبلغ باقی مانده را که بیش از 1 میلیون روبل را تشکیل می‌دهد تا زمان بررسی پروندهش در دادگاه از دستش گرفتند. با این مرد طبق ماده 16 جریمه به اندازه اصلیم تا 2 برابر مبلغ از وی گرفته شده و یا مصادره تمام این مبلغ تهدید می کند. عبدالرازق آوازخوان و شوامین جوان تاجیک که 20 سال و همگی 1 متر قد و 18 کیلو وزن دارد روز 2 مای سال 2024 با نشر یک ویدیو خبر داد که همقدم زندگیش را پیدا کرده است و لکه قرار گذاشتند که روز 7 ایول سال جاری مراسم عروسی برپا کنند. در این ویدیو عبدالرازق میگوید من همیشه آرزو داشتم دختری رو پیدا کنم که مرا دوست بدارد و حرمت کند و اینک بالاخره من چنین دختر رو یافتم که مرا خیلی و خیلی دوست میدارد و احترامم را به جا میآورد. او به پیشنهاد من برای ازدواج راضیگی داد. من در این لحظه ها آنچنان به وجد آمدم که برای اظهار احساس خوشبختی که مرا فرا گرفته است سخن نمیابم. من خیلی خوشبختم. عبدالرازق لکه روز 11 مای در اینستاگرام 2 عکس از مراسم انگشتر انداختنش به دستان عروسش را نشر کرد. در این عکس‌ها چهره عروس دیده نمی شود ولی قدش طوری به نظر می رسد خیلی بلندتر از قد عبدالرازق است. شوامین تاجیک درباره که بودن عروسش معلومات زیادی نداده است. تنها معلوم است که دختر از شارجه یکی از امارات‌های امارات متحده عرب بوده امیره نام دارد. پدر عبدالرازق سفریقل اگاموف ساکن دهه غشدر و جماعت شینگ در کوهستان کنار شهر پنجکین گفت که عروس را برای پسر او پرودیوسر عربش پیدا کرده است و آنها از انتخاب پسرشان یگان 3 ماه پیش خبردار شدند. سفریقل اگاموف گفت آنها هنوز عروس را ندیدند ولی نیت دارند که با جمعی از اهل عائله به توی عبدالرازق به امارات بروند و در آنجا با عروس او شنا شوند. سرنوشت نظربیکوف حسین شیرینوویچ در نظر اول مثل سرنوشت صدها هزار مهاجر دیگر کوری از تاجیکستان است که بعد ختم مکتب میانه راست رو به مهاجرت کاری می‌آورند و راه روسیه را پیش میگیرند با این امید که در ملک غربت جای کاری درست با معاش درست پیدا کنند و دستگیر عزیزان در وطن شوند. حسین نظربیکوف که 2 اکتبر سال 2005 در دهه ورنگ نویه اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان دیده به جهان شده است و حالا همگی 18 سال دارد. با همین امید برابر ختم مکتب به روسیه آمد، جای کارم یافت و بله خانواده‌اش که دیده امید به سویش دوخته بودند برای برار کارش در روسیه دعا می‌کردند. چندین دفعه پولم فرستاد اما یک فلاکت در جای کار این جوان تاجیک از زندگی هنوز چیزی ندیده را از دست و بازو محروم ساخته برای ماه‌ها به کت بیمارستان بستری کرد و محتاج کمک گرداند. حسین میگوید بعد ختم مکتب به شهر مورمانسک در شمال روسیه آمد. تمام حجت‌هایش را طبق قانون‌های این کشور تخت کرد و در شرکت ساختمانی به کار سر کرد. متاسفانه سانه 2 فوریه سال 2024 تقریبا ساعت 16:30 تراسیو سیمی افتاویشکا به سبب فنی کنده شد و من از بنای بلند به زمین افتاده جراحت‌های وزن جسمانی برداشتم. دیگر یگان چه در یادم نیست. از جای حادثه مرا مسئولان شرکت با چرخبال به بیمارخانه انتقال دادند و با همین تمام دیگر یگان یاردم از طرف شرکت برای من نشد. نقل میکند حسین نظربیکوف. برای جراحی و طبابت و احیای سلامتی حسین 800,000 روبل لازم است چون که هر روز طبابتش در بیمارستان 8,000 روبل است و او باید بیش از
3 ماه تبابت بگیرد. مهاجران زوده ولایت مختار کوهستان بدخشان برای تبابت حسین بیش از 350,000 روبل جمع آوردند، ولی این برای تبابت پوره این جوان توجک کافی نیست. به این خاطر حسین به همه هموطنان مراجعت میکند که وابسته به قدرت و توانایی خود کسی چقدر میتواند برای تبابت او کمک کند. آنهایی که میخواهند به حسین نظربیکوف برای تبابتش کمک رسانند میتوانند یوره خود را بین حساب‌های بانکی گذرانند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.